امره ایستو. تو خندیدی ابله؟ تو خندیدی ها؟ اینجا جای خنده است ها؟ کرشات من خنده رو با تو نشان میدم ابله. حاضر من زبانی تو رو میکنم، زبانت رو میکنم. مرا شنیدی مرا؟ باز میخندد ها؟ آرام شو قماندان. تو باید از این سگ شرم کنی. اینها انسان نیستند، سگند، سگ. کرشات ایستا، آنها را من خودم میبرم. شما روید. قماندان شد او با جسدی سربازی ما نگرسته خندید. بفهمید خندید. آرام شو قماندان، آرام شو. کرشات آنها را من میبرم، تو رو. کرشات برو. ای بر پدریتون حالت. امره خیز وقت را نگیرید. گیرید برید. مادر زودتر اوید. آمدم. زودتر اوید، آخر من دیر کردم. ما وقتی تو رو گرفتیم ایلدیز، ببخش. من هم تو میخوام وقت رو زیاد نگیرد. شما پرو نکنید. بایرام زنگ میزند. بایرام، الو جانم، چطور هستی؟ خوبم عزیزم، خوبم. شما چطور هستید؟ ما هم خوبیم. حالا همراه اپای سیلور با اوزی میرویم. با شما برار میخواهم عزیزم. شمایان خوب هستید آخر؟ بایرام است. با او سلامی مرا رسان. بگذار خداوند آنها را نگهبان باشد. اپای سیلور با تو سلام میگوید. من ایلدیز هم سلام میگوید. شمایان خوب هستید آخر؟ ما همه خوبیم. بایرام، یگان حادثه نخوش شد مگر؟ نه خدیجه، ما همه خوبیم. من هم تو نصف شب تلویزیون تماشا کردم. ما همه صحت و سلامتیم. تشویش نشوید. ایرین چطور است؟ پدرم چطورند؟
آنها خوبند ها؟ همه خوبند. میدونی ایرین در زود روزش چی میخواست است؟ میگوید که سگ میخواد. حتی رسم کشیده است در آن ایرین همراه برادر و سگچه‌اش است. گویا که در یک دشت زیبا نشسته باشد و با کوه برآمده باشد. با او هم نام گذاشته است. چی بود نامش؟ حاضر. الو بایرام. الو خدیجه من خاموش میکنم. موج در اینجا بیزیب است. بعدتر با تو زنگ میزنم. خوب؟ خیر تو دیدار. خوب مایلش. موج ویران بود است. بیاید میروی. رفتیم. куршад медонам мо ҳама ҳоло сахт асабӣ ҳастем, вале мо бояд ки ором бошем. ҳамин тавр не бародар? قماندان او писханд зад, хандид. ман чӣ кор кунам? ӯро кушам ҳа? ӯ террорист аст куршад, террорист. болои ҷасади ҳамаи сарбозонамон механдад. барои ҳамин мо онҳоро террорист мегӯем. туро қаҳрат мекунад ки мор заҳр дорад. ҳамин тавр? оё ин дуруст аст? ҳақ астед қумандон. майлаш, рафта истироҳат кун. сипас маросими видои ҳамяроқамонро баргузор мекунем. хуб шудааст қумандон. خاموش کرده شده است. تلفن مبین نوابت. خانم اصلی قبیلای خوب هستید؟ خوبم قبیلای خوبم. با دانشگاه نمی روید؟ قبیلای من به تو زنگ زده گفته بودم که نمی روم. شما گفتید یعنی شما بیمار هستید؟ نه بیمار نیستم. شما سخت بیمار شدید. چی گپ شده است؟ شبی گذشته من با او تلفنی گپ می زدم. با کی؟ مایورکان؟ مایورکان. مایور با چی کار مشغول بوده است؟ قبیلای من با او گپ می زدم که نخست تیرپرانی سر شد. تیرپرانی شد. من ندانم شاید جنگ سر شده باشد. سپس تلفنش خاموش شد. دیگر با او تماس گرفتن نتوانستم. تو از تلویزیون یگون خبر نشنیدی؟ شاید تو چیزی را دانی که من نمیدانم. آرام شوید. بیا به نزد قماندان رویم. شاید او یگون چیز گوید. در چنین حالت به اهل عائله سربازان خبر میدهند که شاید به نزد مادرش رویم. خانم اصلی آرام شوید. ایستو به خونه‌شان نمیرویم، چون که اگر آنها بی‌خبر باشند با شنیدن این در تشویش میافتند. بهترش بیا به نزد قماندان میرویم. خانم اصلی تمام. یک لحظه. آخر من هم یک زمان سرباز بودم. خدمت کردم. شاید همه‌اش رو ندونم، ولی یک چیز رو میدونم. آنها سربازند. همه وقت با چنین حالت روبرو میشوند. نه. شما قماندانش را پرسیدن میخواهید. دانسته باشید آنها به شما هیچ گونه معلومات نمیدهند. اگر یگان چیز رو فهمند به شما وعده میدهم که خودم اومده به شما میگویم. شما اکنون بیهوده غم نخورید. مالش آخر قبیلای زنگ زنید. خوب
به خاطر شان و شرف، به خاطر پاسداری یادی سرباز. دقت! آتش! 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 به حالت قبلی. به خاطر برای آخرت روان کردن سرباز صاف کشید.
چی گپ است؟ تو چرا آن سرباز را نپروندی؟ نتوانستم. سفسطه نگوی. چرا؟ دکتر، چرا تو آن سرباز را نپروندی؟ دکتر، سلاحت را پایان کن. او باری مرا آتش زد. نشد. تمام باری مرا آتش زد. تو باشی او را نپراندی. چرا؟ سلاحت را پایان کن یا اینکه پران مرا نترسان. اگر در جات کسی دیگر می بود من یک ثانیه هم اندیشه نمی کردم. این را می دانی؟ این تپانچه آلمانی است. قدیم است. بهترش نمی شود. سخنت رو تمام کردی؟ بگو چی میخواستی؟ چرا آن سرباز رو نپراندی؟ او در آنجا بود. وی همراه پالکونیک بود. چی؟ من او رو شناختم. او همون نفر است که مرا پراند. باوری داری؟ بله، باور دارم. مادامی که او بود سرباز را باری اول ندیده کوراژ ده. پس چرا او را نپراندی؟ زیاد سربازان را دیدم، درست، ولی این را او کرد. آن سرباز دیگر است دکتر. وی بسیار خطرناک است. فرق میکند. وقتی که نشان گرفتم در مقابلم بود. سرم گرنگ شد. نمیدانم. پالکونیک به ما پیامک فرستاده است. گوی ما را جزا دادن میخواهد. آدمش را روان کرده است. تو چی گفتن میخواهی؟ میگویم که پالکونیک ابراهیم کاپوس بهترین سربازش را برای من فرستاده است. این آدم شمشیری پالکونیک است. این آدم شمشیری پالکونیک است. با من بیا. چی کار میکند؟ نمیدونم قماندان. 1 ساعت باز همین طور ایستاده ایم. گفت که کسی به نزدم ناید؟ نه، نگفته است. نه، این طور نگفته است. خوب. 1 ساعت باز به آسمون نظر میکنم. در آنجا چه چیزی جالب است که من آن رو نمیبینم؟ بفرمایید قماندان. مایور کان بازاک زنگ زد. گفت که سرباز شهید شده امان را می آرند. بله قماندان. جسد سرباز را به خانهش می بری. همه چیز را آماده کن. داگان به تو کمک می کند. فردا جسد را به خانه والدانش می برید. مرا شنیدی لیتینانت؟ بله قماندان. عالی. یگان سوال داری؟ قماندان، من به هیجان افتادم. نمیدونم از عهده‌اش می برآمده باشم یا نه. چرا؟ مرا ببخشید قماندان، ببخشید.
برادری تو هم پالکونیک بود و شهید شده بود. میدانم. وقتی به خانه والدان سرباز می روی حالت بد می شود. پدرت را به یاد می آری. دهشت تو را فرا می گیرد. از همین خاطر من تو را همچون نماینده رسمی نیو، بلکه همچون نفری می فرستم که با چنین روز آشناست، همچون انسانی کامل در بری آنها ایستاده می تواند. خوب شد از قماندان. قماندان، یک چیز پرسم، من همراه او میروم؟ بله لیتنانت، همراه او برو. آخر خودتون میدونید که کمی عقلش نمیرسد. در حجتش جنایت‌های بسیار ثبت شده است. همراهش برو لیتنانت. خوب شد از قماندان. قماندان، ما چیزهای سرباز شهید شده را فرستادیم. شب با فرودگاه می رسد. تشکر. چیکار کنیم قماندان؟ انتظار می شویم سردار. آنها را تعقیب نمی کنیم قماندان. همین که فرمان شد تعقیب میکنیم کورشد. پیش از همه ما باید ستانسیا را حمایت کنیم. آنها سخت ترسیده پراکنده شدند. به فکر من هم همین حال و وقت حمله کردن است. همین که نیروی علاوگی به اینجا رسید حمله میکنیم. البته حمله میکنیم. بچه ها، من پیش از همه قاتل این سرباز را پیدا کردن میخواهم. قصاص گرفتن میخواهم. آن روز حتما فرا میرسد. قماندان، چه شد سواش؟ گپ زدند؟ نه قماندان، یک نفرش ترسیده ایستاده است. نفر دیگرش گردنشخی دارد. گپ نمیزنند. هر دویشان خاموشند. کی آنها را فرستادن میخواهی؟ ماشین ها آمادند. میخواهیم فردا صبح آنها را روان کنیم. کمی بر وقت روان کنید تا که تا صبح با اونجا برسند. شما چه نقشه دارید قماندان؟ حالا میبینی سردار، کاری شب خنده روز. رفتیم سواش. چیکار میکنید قماندان؟ برای آنکه جای آنها را پیدا کنین باید که اینها به گپ درآیند سواش. که با آنها یک هم صحبت شوم. کشا زودتر. میتوانی که بروی سواش. خوب شد قماندان. شما یعنی گپ نمیزنید ها؟ نه، گپ نمیزنیم. به هر حال یک میپرسم، شما اعضای کدام گروه هستید؟ راهبرتون کیست و در کجاست؟ شاید دوستان من با شما گفته باشند، ولی من تکرار میکنم، اگر به سوالهای من پاسخ دهید در این صورت سود میتواند گناههایتان را سبکتر کند. راست؟
البته. تو هم گپ زدن نمیخواهی؟ البته که گپ زدن نمیخواهم. نفری که خاموش است چنین معنی دارد که گپ زدن نمیخواهد. از سخنان شما او ناراحت است. تو با او چسبیده ای مگر؟ چی بدبختی؟ مایور، فردا تو ما را به سود میسپاری. بگذار سود هر سوالی که میخواهد به ما دهد. با کاری که به تو دخل ندارد کاردار نشو. خودتون گفته ایستاده اید که ما را به دستی عدالت میسپارید. ما هم با تو نه، با عدالت صحبت کردن میخواهیم. با عدالت. دستی عدالت. بله، عدالت. خودت گفتی که دولتتان آن دولت قبلی نیست. با اصرار گپ زده ایستاده ای که قانون گفتی، عدالت گفتی که من حق خاموش ایستادن را دارم. من هم همین را میخواهم. من با تو گپ زدن نمیخواهم. شاید او گپ زدن میخواسته باشد. باوری داری که گپ زدن نمیخواهی؟ مایلش؟ گپ زنی تمام مایور. یگان سوال دیگر داری؟ گپ زنی را من آغاز و انجام میدهم. کاسه صبرم رو لبریز نکن. تو لباسی نظامی را ببر کرده ای. همگی خدمتچی دولتی هستی. یک اشتباه میتواند تمام کریرت را برباد دهد. امروز هستی و فردا نه. تو وقتی که لباس در تنت هست تو هیچ کاری کرده نمیتوانی. درست میگویی. لباسی نظامی دارم. فهمو، پروکورور، حقوق هایت. مایلش. میدونی عدالت این خود رحم و شوقت است. بگذار چونین شود. در را کشاید. سرژانت آمد. ما را به گپ در آوردن نتوانست. مایور هم آمد نتوانست. یگان تا عهده برایش نیست مگر پلکانیک گنرال. ما حالا به شمایان نشان میدهیم. میخواهم داخلی سر این سگ شوم. فهمیدن میخواهم که چی فکر دارد. چی فکر داشته میتواند؟ ببین از غمگینی حتی سرش رو نمیبردارد. با انسان ها هم مشکل است. کاش زود فراموش کرده میتوانستند. حافظه اش بسیار قوی است. یا شاید فراموش کردگی است. نه، فراموش نمی کند. نه، این غیر امکان است. او هیچگاه صاحبش را فراموش نمی کند. سگ‌ها صاحبشان را در قبر هم پاسبانی می کنند. چی خیل فراموش؟ دومان چطور هستی؟ شیرکم. هیچ کسی را فراموش نمی کند شیرکم. کسی را فراموش نمی کند. وقتی همراهی کسی کتف با کتف ایستاده جنگیدی. نه تنها این سگ، حتی این سنگ ها ما را فراموش نمی کنند. اگر فراموش کنند کس می رنجد. علم او را فراگیر می شود. ما کسی را فراموش نمی کنیم.
ҳамаш хуб аст, хавотир нашавед. духтур, тапиши дилаш чӣ тавр аст? апай хадша тапиши дилашро бинед, туп дорад. чӣ тавр ширинакак, иншоалло сиҳату саломат ба дунё меояд. натиҷаҳои таҳлилро гирифта шуморо ба қайд мегирем. хонум духтур, имкон бошад як нусхаашро ба мо медодед? ба кай байрам нишон медиҳед апа? бисёр хуб мешавад. Байрам ҳамеша маро аз ҷинсияташ мепурсад. ҳамеша мепурсад ки писар мешавад ё духтар. муҳим сиҳату саломат таваллуд шавад. марҳамат. хайр султон селвар, минбаъд акнун ҳамроҳи акам кан ба ин ҷо меоед. иншоалло. 11 хонада салреза духтарам, кош чунин шавад, кош. خدا کی میزند؟ الو، با کی تو جنجال داری؟ کان تو خوب هستی؟ خوبم. خدا را شکر. من خیلی خواطر شدم. خواطر نشو، من خوبم. تو با کی و با چی جنجال کردی؟ من تلفن رو بردارم گفته قهوه رو با دستم زده چپگردون کردم همه جا تر. اعتراف کن آخر تو جنجالی دختری. امروز به دانشگاه هم نرفتم. درس دادن نتوانستم. از تو زیاد خواطر شدم. من صدای تی را شنیده به دهشت افتادم. چی واقع شد؟ فراموش کن. چیزی نشده است. من خوبم. تو چی طور هستی؟ پدر، دارو رو گیرید. حاضر با شما آب میدیم. خوب؟ شما باید بسیار آب نوشید. خوب میلش. عینک‌هایتان رو گیرم کنی پدر جان. تمام. اکنون بیاید خوب روید پدر جان. خوب کنید. شبی خوش. کدام کتاب رو میخونی؟ آفرین پسر جانم. ببین این دو درک یا اینکه خواهرکی توست. میبینی؟ مای دهک هسته. تو هم در وقتش همین گونه بودی. این رو در اینجا میگذاریم. پدرت که اومد نشان میدیم. گپ زن جانم. ایرین، تو صحتی کو. او هم صحت تولد می شود. او هم به مثل تو صحت به دنیا می آید. من با تو همیشه چی می گویم؟ من تو رو بسیار دوست می دارم. همین طور من تو رو سخت دوست می دارم. ما رو بوسه کن. کنی اینجا بیا. این کتاب رو کشو. کنی کجایش رو می خونیم؟ خماندون، ما حاضر به راه میبراییم. پس از 20 دقیقه به اونجا میرسیم. سوار شوید بچه، میرویم.
چی گپ است؟ چرا ایستادیم؟ خاموش باش، کارا نباشد. همتان از ماشین فرایید. هر چیزی که هست با خود گیرید. زودتر باشد رفیقان، زودتر. همه چیز را با خود گیرید. زود باشد. زود. چی گپ است قماندان؟ ما در کوچ چی کار میکنیم؟ شمایان ما رو با کجا میبرید؟ خاموش شو، گپ نزن. آنها رو با اون برید. زودتر. زود. چی گپ است؟ ما چرا به اینجا اومدیم؟ خاموش باش ابله. سردار، تو چی میگویی؟ این بلبل سراییده باشد؟ کماندان، در جاهای ما بلبل که نه سراییدو را میپرتایند. انا همینش بسیار گردن شخ است. بسیار گردن شخ. گپ نمیزند. همینطور نی؟ ها؟ تو گپ نمیزنی ها؟ پادیوم سرت رو بردار. وقتی لباسی نظامی داشتم گفتی که کاری کرده نمیتوانم. انا بین، حاضر من لباسی نظامی ندارم. اکنون چی میگویی؟ اکنون لباسی نظامی ندارم. کرنسی میبینی؟ گبزن. گبزن. فکر میکنید من وقت ندارم ها؟ گمان دارید وقت ندارم. من وقتی زیاد دارم. لیتینانت، این آدم ادرنالین میخواسته است. تو با این چی میگویی؟ با او لازم باشد میدهیم قماندان.